خدایا از داخل آتش ابراهیم خود را نجات دادی. خدایا از داخل شکم ماهی یونس خود را نجات دادی. گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. من تو را فریاد میزنم. یوسف خود را از قعر چاه وقتی فریاد زد او را نجات دادی. خدایا بندگانتونی، با عظمت و کرمت ما را از این بلاها و از این مصیبتها تو نجات من بفرما. با علم خود ننازید، با اندیشه و دانش خود ننازید. گاه بر شما مشکلی میارم که همه عاجز شوید، تا همه هم صدا و هم زبان و هم قلب به درگاه خدا رو بیاورید، بگویید که خدایا فقط تو مجیبی و فقط تو دعای ما را اجابت میکنی. قلبت باید فریاد بزند، قلبت درونت باید فریاد بزند، بگه خدای عاجزیم، خدایا بشر عاجز، فقط تو قویی. خدایا میداریم تو خودت گفتی یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، فقیریم به درگاه پروردگار عالم. شما فقیر و بیچاریم به درگاه خدا، مضطر و درماندهیم به درگاه ماهی ها داخل دریا خدا را فریاد میزند، خدایا روزی مانده. مورچه ها در داخل زمین و در سوراخه های زمین خدا را فریاد میزند، خدایا متوجه من باش. پرندگان، خزندگان همه خدا را فریاد میزنند، اهل آسمان خدا را فریاد میزند. خدایا تو خدایی، تو کریمی، تو عظیمی، تو رحیمی، تو صاحب قدرتی، تو صاحب جبروتی. جلال و جبروت به تو میزیبد ای الله، عظمت به تو میزیبد ای الله، تو کبریایی، تو کریمی یا الله. و ما در نهایت تواضع و فروتنیهم ای الله. پرنده و درنده و خزنده تو را فریاد میزند. خدایا دعا، کسی که دروازه های دعا به سویش باز شد همیش دعا میکند، همیش دامن خدا را میگیرد، هر مشکلی که بیایه خدا را صدا میزند، فریاد رس باقیر صدا میزند، قلبش هم صدا میزند، زبانش هم صدا میزند. خدا صدای قلب را هم میشنود، ندای زبان را هم میشنود. خدا سمیع الدعا هست، شب و روز دعا میکند. خدایا مضطرم، بیچاره‌ام، درمانده‌ام، فقیرم. خدایا قلب من، زبان من تو را فریاد میزند، تو را فریاد میزند، تو را میخواند. ای الله قلب من تو را صدا میکند. خدایا نام مجیبت در زبانم